روز 22 میون سال 2022 بر اثر یک زمین لرزه شدید در افغانستان حدود 1000 نفر کشته و 1500 تن دیگر زخمی شدند. این امور مدهش را نماینده طالبان رهبر بخش اطلاعات ولایت پکتیکا محمد امین حذیفی به BBC خبر داده است. این امور نو امگی چند لحظه بعد نشست خبری وزارت مبارزه با آفت‌های طبیعی افغانستان بود که در آن معاون وزیر مولوی شرف الدین مسلم شماره هلاک شدگان را 920 نفر و زخمیان را حدود 600 نفر گفته بود. رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده خراب شدن صدها خانه را تصدیق کرد و گفت شماره قربانیان میتواند بازم بیافزاید. نماینده وزارت کارهای داخلی طالبان صلاح الدین ایوبی نیز از احتمال بازم افزودن شماره قربانیان حرف زد، چون که به گفته وی برخی دهات در نواحی دوردست در کوهستان جایگیر شدند و رسیدن تا آن دهات و جمع آوردن معلومات دقیق فرصت زیادی را می‌طلبد. او افزود از زیر آوار هر لحظه مرده‌های نو به نو را بیرون کشیده ایستادند. این پرقربانی‌ترین زمین لرزه در افغانستان در دست گم 20 سال اخیر بود. در عکس‌ها و ویدیوها از پکتیکا نشر شده دیده می‌شود که چگونه زلزله صدها خانه از گل ساخته شده را به خاک یکسان کرده است و گروه‌های نجات و مردم تلاش دارند تا قربانیان این آفت طبیعی را از زیر آوار بیرون بیارند. مرکز زمین لرزه‌ای که اقتدارش را پاکستان طبق جدول ریختر 6.1 بال و خدمات گیولوژی آمریکا 5.9 بال برابر کردند، تقریبا در 44 کیلومتری جنوب شرقی خوست جایگیر شده بود. زمین لرزه ساعت 1:30 شب وقتی رخ داد که مردم مست خواب بود. لرزه زمین را در سراسر افغانستان با شمول پایتختش کابل، همچنین در هندوستان، پاکستان با شمول اسلام آباد پایتخت پاکستان حس کردند، ولی از هند و پاکستان درباره کدام تلفات جانی و یا خسارات جدی گزارش نشده است. در افغانستان زمین لرزه ها معمولا خسارات و تلفات زیاد به جا میگذارند، چون که منزل ها بخصوص در دهات این کشور اکثرا از گل ساخته شده به زمین لرزه و دیگر آفت طبیعی چندان تاب‌آور نیستند. یک خبرنگار محلی از پکتیکا در صحبت با BBC وضع را چنین تصویر کرده است: در هر کوچه‌ای که میگذرید به گوش شما صدای ناله مردم میرسد که در سوگ نزدیکان از دست داده‌شان میگیرند. خبرنگار دیگر از این ولایت به BBC گفت شماره قربانیان شاید خیلی بیشتر باشد، چون که زمین لرزه مناره‌های علاقه موبیلی را هم خراب کرده است و گرفتن معلومات دقیق مشکل است. بسیاری‌ها از حال نزدیکان خود خبر ندارند، چون که تلفن‌ها کار نمی‌کنند. برادر خود من با اهل اویلش هلاک شدند و من در این باره تنها بعد چند ساعت خبر یافتم. دهه‌های است که پاره به زمین یکسان شدند. نقل کرده است او. افغانستان در یک قلمرو زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده به حساب اداره مسائل بشری سازمان ملل تنها در 10 سال اخیر در این کشور بر اثر زمین لرزه ها بیش از 7000 نفر جان باختند. به حساب میانه هر سال زمین لرزه ها در افغانستان جان 560 نفر را میگیرند. ماه ینور سال 2022 بر اثر یک زمین لرزه در غرب افغانستان بیش از 20 نفر هلاک و صدها خانه خراب شده بود. اداره پایگاه خبری بامداد به نزدیکان قربانیان این زمین لرزه اخیر در افغانستان اظهار همدردی میکند. خداوند قربانیان این آفت را رحمت و مغفرت کند و به بازماندگان آنها صبر جمیل عطا کند.